دوستان عزیز، میخوام بر شما یک پند روز رو بگویم. وقتی پرنده زنده است، او مورچه ها رو میخورد، اما وقتی میمیرد، مورچه ها او را میخورند. زمانه و شرایط میتواند در هر موقع تغییر یابد. در زندگی کسی را تحقیر و یا آزار مدهید. شاید امروز شما قدرتمند هستید، اما اگر یادتان باشد زمانه از شما قدرتمندتر است. یک درخت میتواند میلیون ها چوبی گوگرد را سازد، اما زمانش میرسد فقط یک دانه چوبی گوگرد برای سوزاندن میلیون ها درخت کفایه باشد. پس انسانی خوب باشید و همیشه نیکویی کنید. با امید خانوادی هر یک شما عزیزان.